کی میدونه که آدم شاد کیه؟ کی میدونه معنی شادی چیه؟ کی میدونه آدم خوشبخت کیه؟ چه چیزایی معنی خوشبختیه؟ آدم شاد باغ چشاش بهاره، روی لباش گلای خنده داره، روی لباش گلای خنده داره. بازیچه غصه و غم نمیشه، یاد خدا تو دلشه همیشه، یاد خدا تو دلشه همیشه. سلام به گل دخترا و گل پسرای نازنینم. حالتون چطوره؟ بیش از این منتظرتون نمیذارم و یه راست میریم سراغ قصه، اونم یه قصه که شماها یه اسم قشنگ براش انتخاب کنید. قصه ما در مورد یه دختر نازنینه، اسمش هیلدا بود. بچه‌ها، هیلدا جون دختر خوبی بود، اما یه عیب خیلی بزرگ داشت. اونم این بود که هر وقت هر جایی که میرفت هر چیزی رو که میدید میخواست. مثلا وقتی به همراه پدر یا مادر از خونه بیرون میرفتن، وقتی از جلوی سوپرمارکت رد میشد دلش بستنی میخواست، چیپس و پفک میخواست، بیسکویت میخواست، ژله میخواست. از جلوی اسباب بازی فروشی رد میشد دلش عروسک میخواست، لگو میخواست، کلی اسباب بازی میخواست. خلاصه هر وقت از خونه بیرون میرفتن مدام گریه میکرد. مامان و بابا از دستش دیگه حسابی خسته شده بودن. هر وقت از خونه بیرون صحبت میکردن که دوباره نریم بیرون، تو دوباره یه چیزی رو ببینی و بخوای. اما بازم فایده ای نداشت. یه شب قرار بود که دایی هیلدا به همراه خونوادهش بیان مهمونی خونه هیلدا اینا. مامان صبح کاراشو کرد، هیلدا رو صدا کرد تا با هم برن برای خرید میوه و سبزی برای شب که مهمون دارن. همین که داشتن توی خیابون میرفتن یه دفعه از جلوی مغازه اسباب بازی فروشی رد شدن. چشم هیلدا افتاد به یه خرس بزرگ، یه خرس خوشگل و توپلی. شروع کرد به صدا کردن و گفتن که مامان تو رو خدا اینو برای من بخری، من خیلی دوستش دارم. هیلدا قربونت برم، ما اومدیم فقط میوه و سبزی بخریم، شما یه عالمه عروسک داری. داشته باشم، من این خرسه رو دوست دارم. یالا من نمیدونم، یا باید اینو برا من بخری. عزیز دلم، من الان فقط پول به اندازه خرید برای میوه و سبزی همراهم هست. در ضمن شما کلی اسباب بازی داری، قرار نیست که هر چیزی رو که میبینی بخریم. نه مامان تو رو خدا اینو برام بخر، تو رو خدا. بله، و شروع شد. نشست پشت در مغازه و شروع کرد به گریه کردن. مامان خیلی ناراحت شده بود، کلی کار داشت توی خونه چون شب قرار بود مهمونا بیان. برای همین مامان هیلدا رو صدا کرد و گفت ببین هیلدا، من دارم برمیگردم خونه، خواستی دنبالم بیا وگرنه همینجا بمون. هیلدا دید مامان جدید که یهو گم بشه، مجبور شد راه افتاد دنبال مامان، اومد خونه. اما اینقدر عصبانی بود و ناراحت بود تندی رفت سراغ کمد اسباب بازیش، 2-3 تا از عروسکاشو در آورد، پنجره اتاقشو باز کرد، اینا رو گذاشت پشت پنجره رو بست و گفت حالا که همچی شد این عروسکا رو میذارم از پنجره بیرون، من دیگه این عروسکا رو نمیخوام تا برام خرسه رو بخری. بله. بعدم اومد و ناراحت و قصه دار نشست لب تخت، داشت گریه میکرد. یه دفعه یه صدایی شنید، گوشاشو تیز کرد، دید صدا داره از بیرون میاد. رفت لب پنجره، دید 2 تا بچه سرشونو کردن داخل سطل آشغال بزرگ جلوی در خونه.
اونو صدا کرد و گفت مامان بیا ببین اینجا چه خبره. 2 نفر توی سطل آشغال دنبال یه چیزی میگردن. مامان اومد توی اتاق. از پشت پنجره دید 2 تا بچه دختر دارن توی آشغالا دنبال یه چیزی میگردن. مامان ناراحت شد. رفت توی آشپزخونه، در یخچال باز کرد، یه خورده میوه و خوراکی و گذاشت توی یه ظرف بزرگ و آورد پشت پنجره. بعدم به هیلدا گفت تو صداشون کن. بچه ها رو صدا کرد. اونا تا اومدن عروسک ها رو که دیدن خوشحال شدن. هر کدوم از اونا یه عروسک رو بغل کرد. اولیه گفت چقدر این قشنگه. مال توه؟ آره مال منه، ولی من دیگه دوستش ندارم. من یه خرس گنده دیدم، من اونو دلم میخواد. خیلی قشنگه. میدونی من هیچ عروسکی تا حالا نداشتم. یعنی اصلا اسباب بازی نداشتم تا حالا. جدی میگی؟ هیلدا خیلی ناراحت شده بود. یه نگاهی به مامان کرد. مامان سری تکون داد. هیلدا گفت خب این مال تو باشه، من اینو میدمش به تو. راست میگی؟ مال خودم باشه؟ یعنی مال خودم؟ آره مال خوده. ممنونم. من تا حالا هیچ عروسکی نداشتم. خیلی قشنگه. من قول میدم خیلی ازش مواظبت کنم. دختر بچه اینقدر خوشحال شده بود که حتی حواسش دیگه به میوه و خوراکیایی که مامان آورد عروسک و حسابی بغل کرده بود و ذوق میکرد. هیلدا خوشحال بود. بعد از رفتن 2 تا دختر بچه عروسک های دیگه شو آورد گذاشت توی کمد. یه نگاهی به کمد پر از اسباب بازیش کرد. بعد اومد روی تختش نشست و گفت مامان ببخشید، من اشتباه کردم. من خیلی وقتا چیزایی رو که بهش نیاز ندارم میخوام. دیگه فهمیدم که نباید زیاده خواه باشم. باید فقط چیزی رو که بهش نیاز دارم و بخرم، نه چیزی رو که فقط دلم میخواد. خوشحالم که عروسکم امشب پیش کس بهش نیاز داره. اینم از قصه امروز ما. تا یه روز دیگه و یه قصه دیگه همه تونو به خدای مهربون می‌سپارم. خدا نگهدار. عکس دوستای خوبتونم ببین.